گروه اولین جوانان سینی دعوتی شهر اسفرا جوانان وطندوست و شجاعتمند شهر که اختیاراً با امر دل وجدان عزم خدمت مادر وطن کردند با تنتنه به خدمت حربی گسیلانیده شدند. با این مناسبت در میدان شاه اسماعیل سامونی مرکز شهر با شرکت رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارمندان کمیسریت حربی، مسئولین میس‌های حربی جماعت‌های شهرک و دهات، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین و پیوندان جوانان ادای خدمت مادر وطن را اختیار نموده همایش تنتنوی برگزار گردید. طور شهردار اسفرا بهاءالدین بهادرزاده ضمن سخنرانی خویش اظهار داشت نخستین روزی سفر برنمایی و گسیل جوانان به صف قواهای مسلح مملکت از آغاز نیک و متشکلانه معرکه دعوتی بشارت می‌دهد. زیرا علاقه 170 نفر دعوت شوندگان از کمیسیون طبی گذشته برای سفر برنمایی آماده هستند. در نخستین روزهای معرکه دعوتی بهارانه باشد جماعت‌های دهاتی وارخ و چهارکوه از اجرای معیارهای مقرر شده دعوتی با سربلندی پیام رسانیدند. شهردار اسفرا با ذکر آنکه اجدادان خیرتمند ما از قدیم الایام مردانگی حقیقی را در آمادگی به حفظ وطن و جانفدایی به نام وطن می‌دیدند، بزرگمردان چون سپیتامین و دیوشتیس، تیمورملیک و واصف و ده‌ها دیگران را که خوشبختی کامل مردم خود را در موجودیت وطن دیده و بهر حفظ و حمایت سرزمین اجدادی خویش جانفدایانه مبارزه بردند، تمثال قهرمانی و وطنداری ارزیابی نموده حامیان آینده وطن را به خدمت صافدلانه با شرفانه هدایت نمود. مفصوف از مقدس بودن وطن و حتمی بودن خدمت حربی یادآور شده با تذکر ضرورت دفاع از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال و شرف و ناموس ملت و جوانان در ادای خدمت عسکری صبر و تحمل، شجاعت و دلیری، بردباری و سربلندی و مظفریت‌های بی‌نظیر را تمنا نمود. در جریان همایش همچنین سابقه‌دار مهنت خادم نمایان دولتی گلافزا سوریدینова و مادر دعوت شونده از دهه کوهکند اوغلخان قدرت و برآمد نموده نخست به جوانان در موسم بهاری از اولینها شده به ادای خدمت حربی سفر برشونده اظهار سپاس و منتداری کردند. دعوت شونده احدجان قدرت و برآمد نموده از جمله اظهار داشت که جوانان نباید از خدمت حربی سرکشی کنند، زیرا عسکری بجز ادای قرض شهروندی بودن مکتب خوبی جوانمردی و صداقت و آمادگی به زندگی مستقلانه و رسیدن به قدر پدر و مادر، دادر و خواهر و نسیم فارم زادگاه است. او از نام جوانان بهار و ناموس، جوانمردان حقیقی که افتخار بلند ملی دارند و وطنشان را از صدق دل دوست می‌دارند در نزد اهل جماعت با تنتنه وعده داد که در صف قواهای مسلح کشور خدمت مادر وطن را با سری بلند و دل پاک ادا خواهند کرد. هنرنمای اهل فرهنگ شهر و شادی و نشاط سربازان و نواسکران انجام بخش این جمع با شکوه بود. من افزوریمов بنیاد ساکن جماعت دیهاتی واروخ ناحیه اسفرا امروز با خواهش خود به خدمت وطن مادر سربلندانه رفته با دیگران با همسالان خود با آنها میگویم که خدمت این شرف است، خدمت به وطن خدمت به مادر است. همه به شما میگویم که آمده به وطن خود صادقانه خدمت کنید و زندگی خود را دوام دهید. منو توی